ما دندون پزشکا تو اصطلاح خودمون گاهی بعد از اینکه دندون میکشیم یه اتفاقی میفته اصطلاحاً بهش میگن درای ساکت. درای ساکت یعنی حفره خشک، یعنی جای اون دندونی که کشیدی یه حفره خشک ایجاد میشه که خیلی خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. خب این تو دندون، اما ما یه اعتقادی داریم این حفره خشک تو دندون شما میری پیش دکتر دندون ساز، این درای ساکت یا حفره خشک درمان میکنه، اما اگر در قلب یه آدمی یه حفره خشک ایجاد بشه ما هیچ دکتری نمیشناسم که تو بتونی بری پیشش و این حفره خشکی که تو قلبت ایجاد شده برات درست کنه، تو قلب هم دیگه حفره خشک درست نکنه.